سلام دوستای عزیز، روزتان بخیر. یکی از شوک‌های فرهنگی که من در ژاپن دیدم حراج الماس و جواهرات در خیابان‌های توکیوست. به نظر شما واقعی است؟ بیاین که ببینیم با هم. اینجا که شما میبینید در تصویر سرک یوینو در توکیو هست و به طور غیر باور نکردنی میبینید که در این استریت یا در این سرک طلا فروش ها و جواهرسازان نمایندگی های خود اینجا به شکل یک نمایشگاه دایر کرده بودند و تمام جواهرات گران قیمت مثل الماس، مثل طلای 14K، 10K، 18K و 21 میبینید که به رنگ های نقره‌ای، طلایی و همچنان الماس ها در سایز های مختلف و قیمت های مختلف و به قیمت های بسیار مناسب. قسمی که شما در تصویر میبینید به شکل حراج یا سل گذاشته بود و این واقعا بر من باور نکردنی بود که در همچین کشور زندگی میکنم و امنیت به این حد بالا هست که این نمایشگاه بدون هیچ گونه محدودیتی دایر شده بود. تمام بازدید کنندگان بدون هیچ محدودیتی می آمدن بازدید می کردن و حتی ممکن بود بعضی از جواهراتی رو که دوست داشتن امتحان می کردن و می دیدن که بعضی انگشتر یا گردنبندی که دوست داشتن او رو امتحان می کردن و شاید می خریدن. و نکته جالب بعدی این بود که فروشنده ها بدون هیچ گونه استرسی با مشتری معامله انجام میدادن و تمام طلاها و دایموندهایی که برای فروش گذاشته بودن بدون کدام محدودیت امنیتی بود و تمام مردم میتونستن که اونا را ببینن. فروش جواهرات در خیابان بر من که شوکه فرهنگی بود. برای شما چطور؟ خوشحال میشم نظرتون در کامنت بنویسید.